بختیار ابراهیموف تو باید در دوشنبه فعالیت کنی. اندیشه هست که در جامعه بختیار ابراهیموف رو پرزیدنت کشور دعوت کردن. دیوار موش دارده موش گوش. گفتن که تا ساعت 10 من خواب میکنم. پس از 10 به من پیامک فرستید. چینجی باشه؟ نه همین سفری هنری 20 روز بعد. الو. فهمیدم حالش این. باید من میگفتم که 100,000 تومان یا 50,000 تومان از کجای دریافتم. من وزیر من میگفتم. همین است من خوب میگم. همونجا ما کمتر گوییم به زمانی اگر روسی گوییم شوک. استاد چی گفتن نکن. کوشش کنیم که هنرمند رو از همون محیط خودش بیرونتر سوار کنیم، در حقیقت یک شوق‌آورتر میشه. ситораҳои шоу бизнеси тоҷик ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав. Мусалимҷон Саидов. бинандаи азиз, ассалому алайкум, дуруд ва мо ҳоло ҳам дар пойтахт қарор дорем бо сабти сайёр ва мо тасмим гирифтем ки имрӯз яке аз он нафароне ки дар ютуби барномаи нигоҳи нав خیلی زیاد درخواست میکردید. انا همون نفر رو حالا برای شما معرفی کرده باشم که چند وقت میشود که شاید که مصاحبه این نفر رو شما در هیچ کجا شاهد نشده باشید. شاید که هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان بختیار ابراهیموف، السلام علیکم. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر، سلامت باشید. تشکر زیاد. بیننده عزیز، ما در استودیوی امشب لایف قرار داریم. اما این برنامه نگاهی نو هست. شما از چهره من باید که دانسته باشید. از این لحاظ گمان نکنید که برنده برنامه امشب لایف دیگر شده است. خب از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم که در همین استودیو چند برنامه رو برای شما تهیه کرده باشیم. خب و آغاز میکنیم. استاد اگر اجازه باشد شک فرافتی برنامه رو برای شما آشنا میسازم. قسمت اول سوال ها از نگاهی نو میشود. چند سوال ها از ایجادیاتتان، از زندگی فعالیتتان و چند سوال ها از ایجادیات بیرون. و قسمت دیگر یک شرطی کوتاه هست و یک قسم دیگر هست بلیتز، سوالهای پرسشی کوتاه. اگر آماده باشید آغاز میکنیم. خب خطا نکنم اخیرون کنسرت شما 8 مارس سال 2019 در شهر دوشنبه برپا شده بود. پس از آن ما سرودهای نوی شما رو کم شاهد میشیم. چرا؟ پاندمیه. فهمت همین؟ یا سرکاری؟ راستی که بعد همون کنسرت من باز تصمیم گرفته بودم که 8 مارس 2020 برنامه خود رو برگزار کنم و برنامه که زنده است، یعنی به طریق زنده با استثنای فونوگرام و یک برنامه کلان که در آنجا من کوشش کردم که سرودهای نو خیلی که شما قید کردید و این سرودهایی که برای بیشتری مخلصان مقبول است، چون که وقتی که من کنسرت برگزار کردم به من خط آمد که هم سرودهای کهنه‌ای که دارم آنها رو درخواست کردم و من همه چیز رو به نظر گرفته برنامه آماده کردم. لیکن چنین شد که تالار در آن روز بند شد و ما خواستیم ماهی آینده که لیکن همین آفتی که به سریم انسانیت آمد همون خلالدار کرد. لیکن من تا حالا آن برنامه رو بگیم با نوازندگان، با اهل صنعت، با اهل کلکتیو آمادگی دیده ایستادم و فکر میکنم که به فکرم و کوششم کردنیم که تا سال نو این برنامه رو برپا کنم. فهمم. ما دعا میکنیم که این بیماری ها پسی سر میشود و ما شاهد میشیم کنسرت شما رو. اخیران مصاحبت آن رو در یاد دارید که در این یا آن شبکه کی اخیران مصاحبه شما برپا شده بود؟ راستی در خاطر ندارم. من کمتر فراموش خاطر هستم. بسیارتر وقت شخصانی که از من خواهشی مصاحبه میکنند من حتما با آنها تاکید میکنم که یک روز پیش و همان روز 1-2 ساعت پیش البته منو باز خاطر رسان کنید که مبادا که از خاطرم نبراید، چون که وقتی که با یک از وعده میدید و اگر آن رو اجرا نکنید راستی که قدر آدم پست میشه، حرمت آدم پست میشه. بنابراین از فراموش خاطری خودم که خودم آگاه هستم
دیگران رو نیز آگاه تاکید میکنم. میکنید که ما دیروز هم در صحبت تلفنی همین گونه شد که ما برای شما گفتیم که ما حتما پیامک مینویسیم برای شما جوی ثبت رو حالا چون معلوم نبود و ساعتش رو باز چند ساعت پیش زنگ زده باز باری دیگر برای شما خود رسان میکنیم. اما کم مصاحبه شما رو ما آخر وقتا پیشتر خیلی زیاد بود اما آخر وقتا کمتر میبینیم. نمیدونم شاید اثر کاریتون یا طبیعی نازک دارید و به همه راضی نمیشید چیکار؟ شاید جوانتر بودید و شاید پیرازالتر شدید. نه در حقیقت وقتی که همین راهبری ارکستری استرادی گلشن رو به دوش من گذاشتن در حقیقت کمتر گوییم که جبهه های دیگری فعالیت به من باز شد و من در آنجا بسیارتر کار میکنم، بسیارتر کوشش میکنم که نمون جوانایی که امروز گوییم به صحنه استراده برآمد میکنن کوشش میکنم که با آنها زیادتر کار کنم و همون چقدر که شما گفتید چی از رادیو چی از تلویزیون بعضا زنگ میزنن میگن که ما در موضوع ایدی صده مثال اودیو که در کدام موضوع نباشد ما میخواهیم شما را ثبت کنیم. من با اونها توصیه میدم که خواهی من بسیار ثبت کردگی هستم، بیایید من یک شاگرد دارم که چهره نو دارم که بسیار با استعداد است و آنها را کوشش میکنم که جای آنمون کم شدگی است. اصلا حساب جای خودم کوشش میکنم که آنها را پیشنهاد کنم تا اینکه آنها معرفی هم شوند. معرفی هم شوند، دلگرم باشند، به صنعت دلگرم باشند و با پیوسته زیادتر کار کنند. چون که علمین مصاحبه ها علمین گوییم واخوری ها با نمایندگانی گوییم وسایط اخبار هنرمند رو کوشش میکند که وادار میسازد که کوشش کند که بسیارتر ایجاد کند و در بالای هنری خود بسیارتر کار کند، هنری خود رو سعی خلق دهد. فهمم. بهترین تشکر. اینجا از راهبریتون حرف زدید. من در پایانتر سوال کردنی بودم اما چون موردش هست وقتی که راهبر شدید با کار ایجادی فرصتی ضروری جدا کرده توانسته ایستادید یا اینکه به هر صورت تاثیرش رو میرسوند؟ نه فعالیت راهبری البته تاثیرش رو میرسوند. البته چون که انا همون کمبودیایی که در شاگردان است و گویم چی نوازنده و چی هنرمندی آوازخوان خواهید نخواهید وقت رو میگیرد، چون که با هر یک اونها نشسته کار کردن یعنی وقت صرف کردن و من نمیگم که تمامی وقتی من رو میگیرد، لیکن نسبتی پیشتره من وقتم به ایجادیات خودم و گویم این چنین سیقل دادن و گویم با کفتگو من بینیاد جستجو کفتگو رو دوست میدارم. کوشش میکنم که یکون چیزی نو دریافت کنم و همین کمتر گویم فرصت به من کمتر میماند. لیکن نوابسته از این هر یک شاگردی که امروز به یکون چی موفق میشود یا اینکه در یکون برنامه برآمد میکند و صاحبی آفرین میشد، برای من فکر میکنم این هم یک فعالیت ایجادی من است. این برای من همون یک گویم پاداش کارهای من است، یعنی تحسینی که آنها میگیرن من برای خودم قبول میکنم و از اون والده خاطر میشم، خرسند میشم و کوشش میکنم که صف یعنی جوانو زیاد باشند، چون که امروز استراده تاجیک نیاز دارد به گویم شخصانی که از جهتی کسبی آن رو باید تقویت دهند، از جهتی کسبی راه نشان دهند. راهبری این همون معنی اساسیش که راه نشان دادن، یعنی برای درست هنرمندی جوان رو راهی درست رو پیشنهاد کردن و انامین برای من یک باز کیفیتی دیگر داره. فهمم. اگر سرودی خودتان فرزندتان باشد سرودی شاگرد شما نبیره شما میشود. البته. بله تشکر. خوب اگر من خطا نکنم شما فعالیت خود را سال 1992 در تئاتر مردمی شهر اصفهان آغاز کرده بودید و اونجا شما به حیث نوازنده فعالیت میکردید. چی می نواختید آنجا؟ من راستی که در دانشکده گویم صنعت نوازنده رباب بودم، ربابی قشقری، و در آنجا در شعبه دیریژور ارکستر اسباب‌های خلقی میخوندم و به طور خودآموز اسباب گیتار را از خود کرده بودم و در آن وقت در سال 92 من در شهر اصفهان همچون گیتار نواز عموما همچون گیتار نواز و اینچنین
تشکیل انسامبل بخت بود. یعنی من در اونجا چند نفر شاگردان رو جمع کرده همون انسامبل بخت رو تشکیل نمودم و ما اونجا پیوسته اونجا مشق میکردیم. من حالا سوال کردم بودم که شما طولی چند سال در این تئاتر مردمی فعالیت کردید؟ تا اومدن یعنی تا 2003 تا 2003 و من سوال کردم بودم که بله شما رو گروه میگن که گروهی بخت، گروه میگن که بختی اسفره، حالا هم با همین نام برآمد میکنید یا اینکه راستی که نه فراموش کردن یا که در اینجا این چیز اونقدر گویم مشهور نبود. وقتی که من در ولایت فعالیت میکردم چون که شما گفتید من نامم رو نمیگرفتم، میگفتم بختکو. بختکو برای من یک افتخار بود و وقتی که من به اینجا اومدم من کوشش کردم که با آنامون گویم گروهی بخت یعنی همه اونها رو به اینجا بیارم، یعنی همون گروه در اینجا فعالیت خود رو دوام داد، لیکن از سبب بعضی گویم شاگردان از سبب شرایطی خانوی اونها این کار نشد. حالا که وقتی که با من پیشنهاد کردن که با ارکستر گلشن همچون راهبر علاقه سال 2003 و من سوال کردم که راهبری امروزه یعنی اون وقتی گلشن کیست و آنها گفتن که سپهان سعیدов. یعنی سپهان سعیدов این علاقه یک استاد و من گفتم که برای چی وقتی که سپهان سعیدов شخصی که علاقه یک استاد هستند من جوان رفته راهبر شدم و من گفتم که من میتوانم با تمامی گویم خرسندی همچون شاگرد یعنی همچون آوازخوان میتوانم در ارکستر گلشن فعالیت کنم و همچنین هم شد و البته دیوار موش دارده موش گوش این سخنها تا گوشی سپهان سعیدов میرسد و وقتی که من به کار میایم به نهایت گرم استقبال میکند و در حقیقت سپهان سعیدов یک هنرمندی بود که در حقیقت هنرمند بود، یعنی شخصی بود که بسیار ایجادکار بود و ما از روز اول با هم خیلی و خیلی دوست گشتیم و چند مصلحت ها چند گویم همکاریایی که ما با سپهان سعیدов کردیم نسبتی گویم همین صنعت استرادی توجی خیلی خیلی امروز با ما گویم فایده آور. به من شخصا با من خیلی فایده بسیار گرفتم از دوستی چنین استادان و من تا حال کوشش میکنم که با همه استادان بسیار نزدیک باشم، کوشش میکنم که خدمت آنها رو کنم که آنها مرا به خودشون نزدیک کنم و من از آنها چیزی آموزم. بهترین. خب شما اینجا از تئاتر اسفره حرف زدیم و از آمدنتون حرف زدید. اندیشه‌ای هست که در جامعه بختیار ابراهیموف رو پرزیدنت کشور دعوت کردن، درست است؟ این اندیشه این واقعیت است. این واقعیت است. اون نفر دعوت کردن چگونه رخ داده بود همین حالت رو میتونید توصیف کنید؟ راستی که 10 سالگی ارتش ملی بود و اون وقت گویا مخلصانی من بسیار خوب میدانند که من بغیر از گروهی نوازندگان اینچنین یک گروهی رقصی خود رو داشتم و وقتی که دعوت کردن به 10 سالگی ارتش ملی در گویم کوخی بربط مرا با انامون گویم گروهی رقصیم دعوت کردن. وقتی که ما اومدیم رژیسور عبیدالله رجبوف بودن، آن وقت آن کس در گویم دیرکتوری کمیته تلویزیون و رادیو بودن و آن کس مرا نمیشناختن و وقتی که بند و بستی برنامه بود یعنی ساختن برنامه کنسرتی بود بخشیده به 10 سالگی ارتش ملی و وقتی که گفتن که بختیار ابراهیموف از ولایتی گویم سوخت مرحمت به صحنه برایید ولایت لنوبا و صحنه برایید و صحنه بر آمدم گفتن که مرحمت اجرا کنید. وقتی که من سرود رو اجرا کردم گوش کردن و گفتن که با دیگر یگان سرود داری؟ راستی که من بسیار کمتر نه اینجا شدم فکر کردم که سرودی من مقبول نشد. من گفتم استاد من باز سرود دارم، با کنی سرود داری کنی دیگر شخ خون. باز یک سرودی دیگر خوندم، خلاصه که 4-5 سرود خوندم و بعد بین این سرودها همون سرودی تویی که در تمام ولایت تا حتی تا حال شهرت دارد ولی کاملا نمیشه. امروز ما رو وقتی میبینن همین سرود رو زمزمه میکنن و همون سرود رو استاد عبیدالله رجبوف انتخاب کردن، گفتن که بختیار انا همین سرودی تو رو میخونی. بختیار ابراهیموف
خیلی من با خورسند شدم گفتم خیلی خوب شده است و سپارش دادن اینچنین که با گروه رقصی تو 4 نفر که بودن گفتند که از سببی که صحنه بسیار کلان است از حسابی انسمبل رقصی پدیده اون رو پره میگردانیم و معلم شرافت رشید و نیز همکاری کردند و یعنی که الان 4 دختری که من داشتم باز دخترانی پدیده همراه شدن و یک نمره خوب روی این صحنه آمد و در انا همون کنسرت یعنی در سالگی ارتش ملی بعدی که ما برنامه رو تمام کردیم وقتی که جنوب میکروفون رو گرفتن راستی که من کمتر عقب‌تر ایستاده بودم چون که یک گویم جوانی که از ولایت آمده است وقتی میکروفون رو گرفتند نامی مرا به زمان آوردن راستی شخص فکر میکند که این خوب باشد و همونجا ما کمتر گوییم به زمانی اگر روسی گوییم شوک خود رو گم هم کردیم و کسی از پسم مرا تیله کرد که بختیار پیش رفت نامی تو را گرفتی ایستادن و من پیش رفتم و اونجا جناب عالی بسیار بهای بلند دادن و به شخصانی جوانانی که بودن اونجا گفتند که استراده ژانر استراده باید همین خیلی باشد و اینچنین گفتن که من سپارش دادم به وزیر فرهنگ سپارش دادم به رئیس ولایت که تو باید در دوشنبه فعالیت کنی و همین فضای استراده دوشنبه باز رنگی‌تر باشد و من بسیار میخواستم که همین شخصا در ساحه استراده کار کنن اونجا پیشنهاد خود رو کردن که تو باید در دوشنبه کار کنی و اینچنین با وزیر فرهنگ و شخصانی متصدی سپارش خود رو دادند و آنها در حال ما رو پیدا کردند و ما مصلحت کردیم که من باید چه خیلی بیایم در کدام حیث بیایم و چه خیلی که شما گفتم من آن وقت پیشنهاد کرده بودم که خوب میشد که همین انسامبل پوره بیاید و یعنی باز یک انسامبل با انسامبل دیگری استرادی یک رقابتی دیگر بله رقابتی دیگر پیدا شود بله فهمم بهترین سرودی از سرودی تو سخن کردیم اینجا من حالا یک سوال هم داشتم و شما در یک مصاحبه ذکر میکنید که ما حتما قبل از اون که با مهمان صحبت میکنیم میآموزیم که در کجا چی گفته اید شما عموما فعالیت زندگی شما رو میآموزیم شما در یک جا قید میکنید که اصلا ما 2 سرود شهرت یار کرد در ولایت سوغد یک سرود در جنوب کشور در پایتخت یک سرود میگید در کدام ممکن است که البته در ولایت این سروده بود که مثلا تا حال همه کهنه نمیشود و میشنوند تو اما نامهایش را نمیگوید که در پایتخت کدام سرود شما میگید در پایتخت سرودی پری در پایتخت راستی که وقتی که در یگان محفل اگر من برآمد کنم و وقتی که یگان شخص علاقه من میدم که از روی طلباتشون از روی خواستشون اگر سرودی تو از من خواهش کنن من میدونم که این از ولایت سوغد حتما از لیکن بسیارتر اگر از سرودی پری خواهش کنن من میدونم که این شخصانی که وقتی که بعدی من دوشنبه اومدم مخلص شدند مخلص های من تا سرودی پری از سرودی تو یعنی تا سرودی پری وقتی که سرودی پری بشد باز یک اودیتوری دیگر خدا را شکر که به مخلصانی من همراه شد اما گفتم ممکن است که ویزیتکه اولین شما با پایتخت راه این سرودی تو بود البته وقتی که خیلی که گفتیم عبیدالله رجب از سروده و انتخاب میکردن من سرودی تو را پیشنهاد نکردم اول سرودی که من میخواستم در همون یعنی که با موافقه ولایت موافقه کردیم دیگر سرود بود چون که سرود که با 2 زبان بود یعنی زبان روسی تاجیکی من راستی اونقدر با این سرود تکیه نکردم چون که زبان روسی و تاجیکی خوب ترش تاجیکی میخونم و وقتی که عبیدالله رجبوف سرودها رو گوش کردن سرودی انتخابشون با تو شد من کمتر ناراضی نه و گفتم چه خیلی قبول میکرده باشن چون که
اون زمانی که زبانی تاجیکی زبانی مادری خیلی و خیلی اهمیت کلان داده ایستاده بودند. خدا را شکر که امروز زبانی مادری سوفته و روان شده است و اهمیت کلان به زبانی مادری بود و من از کمتر خاطر شدم، لیکن خیلی در حقیقت استادان خوبتر میفهمند، استادان بسیارتر میدونند که در آن وقت در آن زمان گوییم چی را پیشنهاد کنیم و خدا را شکر همین صورت پیشنهاد شد و از طرف جناب خیلی و خیلی خوب قبول گشت. استاد خب پیش از شما مهمانی ما عبیدالله رجوی بودن، حالا برای شما یک سوال هم اون نفر واگذار کردن، زیرا که مهمان‌های ما عادتاً با مهمان‌های بعدی یک سوال واگذار میکنن، اما نمیدونستن که مهمان شما میشوید، اما یک سوالشون هست، من در انتها واگذار میکنم در بخش مخصوص. خب من پرخاص میکنم چی سوال است. خب باشه. شما در عائله صنعتکار عموما به دنیا آمدید، گوییم که وای رسیدید، دادر شما نیز عبیدالله ابراهیموف امروز نوازنده یکی از نوازنده‌های مشهوری کسبی در تاجیکستان که بی‌واسطه فعالیت میکنند. قصه آمدن اون نفر چه خیلی شد؟ پس از شما گرفت آمدید، زیرا که در چند صحبت‌های ویژه من شاهد بودم که اون نفر همیشه شما رو در روی برادر بودن استادی من گفته سخن میکنه. البته راستی که من پیش از اون که دادرم رو با خود همراه کنم، من اول از خردی او رو به مکتب موسیقی سپاریدم. بعدی که مکتب موسیقی ختم کرد و اون چیزی که من میدونستم و اولین ارانژировکایی که من میکردم و اون چیزی که من میتونستم ارانژировک کردم، من به دادرم آموختم و از همون وقتا تا امروز فقط همراهی من است دادری من. و البته نیست به دوشنبه من او رو آوردم. شما گرفت آمدید. فهمم. خب تشکر زیاد. شما عادتاً در صحنه میخونید، گویم که زیبی شما صحنه است، در صحنه میخونید، اما کلیپ ترانه‌هایتان رو ما کم شاهد میشیم. من نقشه نیست که مثلا کلیپ ترانه‌ها پیشنهاد کنید یا اینکه این کار شما نیست؟ نه چرا، وقتی که من کلیپ ترانه میکردم در وقتی حالا هیچ کس نمیکرد. درست سوال شما بسیار با مورد است. راستی برای کلیپ کردن خیلی و خیلی وقتی زیاد در کن. وقتی زیاد. امروز از همه قیمت‌ترین برای من وقت است، چون که پیشتر ما برای کلیپ کردن من یک ماشین رو خودم گوییم ارنده میگرفتم، یک چیزی در کار بود من مهیا میکردم و چند قدر وقتی که باشه چند روزها ما گوییم کلیپ میکردیم. لیکن امروز قدر من وقت ندارم که گوییم چند روز آواره باشم و لیکن بسیار میخواهم کلیپ کردن. البته میخواهم. وقتی که من کلیپ های گوییم جوانان رو تماشا میکنم، در من نیست گوییم ایده ها فکرهای بسیار هستند که من باید چخیل کنم، لیکن وقت چون که باور کنید برای یک مصاحبه عصبی که شما از ولایت آمدین، رادیو گوییم علاقه یک ماه میشد که رادیو یک مصاحبه پیشنهاد کرده ایستادن، اون مصاحبه گوییم به طور آنلاین است و فرصت نیست از این هفته با اون هفته، از با بیچاره هر هفته زنگ اکجان این هفته چه خیلی میشود، این هفته اومده میتونیم و وقتی که من گرافیک خود رو میبینم راستی که همین هفته باید من برآمد میکردم، لیکن مرا همچون به حیثیت جوری به گوییم نوعی به منطقه رشت روی کردن که من در اونجا آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزی من همچون گوییم حکم اشتراک کردم، باز موفق شد. فکر میکنم که این هفته اون رو باید ثبت کنیم. فهمم. من تصدیق میکنم، زیرا که ما امشب ساعت 12 تقریبا 12 شب بودن صحبت کردیم و استاد گفتن که تا ساعت 10 من خواب میکنم، پس از 10 به من پیامک فرستید و من شاهد هستم که شما از سفر بودید و ما خواهش کردیم، حتی واسطه های استفاده کردیم برای دعوت کردن این نفر، اما از نگاه مبلغ یگان تنقیصی نیست برای ساختن کلیپ. ده خیر وابسته از اون که چه کلیپ، اون کلیپی که من در حقیقت میخوام مبلغ نمیرسد، چون که امروز فکر به فکر من کلیپی که باید کرد که رقابت پذیر باشد، یعنی به غیر هنر این کلیپ هم باید در یک سطحی بلند باشد، صفتا کسبی باشد. البته فهمم. گاه سرودهای کهنه‌تان رو گوش میکنید خودتان؟ نه، من راستی که یک عادت دارم، سرودهای خود رو عموما گوش نمیکنم. برای چی؟
نمیدونم برای خودم چون که وقتی که من سرود گوش میکنم سرود خودم رو افسوس میخورم که برای چی من این خیلی خوندم بهتر است این خیلی میخونم همین چیز طبیعی است که شما رشد کردید و خنده اتون میاد. البته طبیعی است برای همین گوش نمیکنم. بسیارتر اگر بعضی طربخانه و بعضی جای وقتی میرویم ما رو میبینن ثبتی ما رو تیز میمونن من خوش میکنم که دیگر ثبت مونی چون که بغیر اونی که من کمبودی خودم رو بسیار میشنوم ما با یکون کس فکر نکرد که انا بختیار اومده است خودش رو رکلام میکنه از همین چیزا ما کمتر گوییم دورتر هستیم. فهمم اما این چیزی طبیعی است که اگر شما سال گذشته کاری سال گذشته اتون رو امروز دیده سالی نخندید شما روش نکردید یعنی در همون سطح هستید این چیزی طبیعی است البته. خب سفرهای هنری خیلی زیاد داشتید هم به حیث هنرمند هم به حیث حکمان چون از حکمان گفتید در بالا مثلا در جشنواره بین‌المللی آهنگ‌های میک این آزیا شما به حیث گوییم که حکمان نیز اشتراک کردید به حیث هنرمند نیز سفرهای هنری زیاد داشتید البته هر یک سفر با این یا آن جزئیاتش خاطرمند میشود اما هست در بینش بعضی سفرهایی که بعضی قصه هست که همیشه به خاطر میاد انسان رو ذوقش میاد و با ذوق همون چیز رو یاد میاره. همین گونه یکی از سفرهایتون رو برای ما یگان ذوق ترینش رو گفتم میتونم راستی که یا اگر حاضر من یک ساعت فکر کنم ممکن در خاطرم اوید لیکن خیلی که من گفتم فراموش خاطر برای من چنین یادآوری ها یک شاگرد داشتم وقتی که وای گفتن رو سر میکرد با من در خاطرم می اومد این خیلی من بسیار گفتم که فراموش خاطری هستم لحظه ها البته لحظه های شاخوار در همه گوییم سفرها هست و اگر حتی کنم موضوع یک چیز به خاطرم وقتی که ما به هندوستان رفتیم در حیاتی ما سهراب محمود هنرمند بود وقتی که ما از ایرپورت فرو اومدیم نگاه میکنیم یه هم سهراب محمود رفته ایستاده از دیگر طرف وقتی که با کلکتیو میروید همه یک جای میروند میبینیم سهراب محمود دیگر طرف بعد همه این سهراب محمود کجا و یک شخصی بود است که کپیا یعنی نسخه اون نفر است باور کنید یکم خیلی فرقیت ما نیافتیم زمانش دیگر است من نفهمید شما رو بعد همه کسا رفتیم و را از راه داشتیم اون مردک حیران نمیده برای چی قدر و گویم خارجی اومده من نداشتم و سهراب رو دعوت کردیم فریاد کردیم یک دیگر رو بینه خیلی بینه ما میتونیم این کس رو با جای تو به تاجیکستان بریم اون هم در حیرت ماندگی است که برای که سهراب محمود خیلی زنی گویم هندوگی را دوست بدارد ما شوخی هم کردیم که ما میتونیم سهراب جون توی دریجه مونیمو به جای تو این کسا بریم تو همجا سایقلی هنر کنیم بعدی 20 سال بیایی با گرته گویم جاتا جا گذاریم من 20 سال فعالیت هندی سهراب محمود میشد. بله تشکر. خب جای ذکر میکنید که خواب رو خیلی زیاد دوست میدارید در یک شبانه روز چقدر خواب میکنید تقریبا؟ راستی که من خواب رو دوست نمیدارم سببی وقتی که من فرصت مییابم و خواب میکنم من بسیار کم خواب هستم یعنی به معنی که کم خواب میروم و هوشیار من خوابم با دشواری میبرد چون که در معینه اینقدر پرابلم های زیاد هر شب من ممکن ساعتی 2-3 بر وقت اگر خواب کنم ساعت 2-3 میشود بسیارتر میشود که ساعتی 5 سحر من خواب میکنم من 2 ساعت خواب میروم 3 ساعت خواب میروم و چون که پگاه باز با کار باید روم انا همین کمتر از همین چیز تنقصی میکشم اصلا بسیار میخواستم که وقتی که شخصی هست که این همین ما در سفر بودیم من همراهی دیریژور ارکستری سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت دلیر نظروف همراه در یک خانه بودیم من حسد بردم وای همیشه خودش رو میپرده خوابش میبرد لیکن تا خوابی من برد 1 ساعت 2 ساعت من از این پهلو به اون پهلو از این پهلو به اون پهلو بعد خوابم میبرد از همین سبب فهم از همین سبب که خواب رو شما دوست میدارید زیرا با شما آشنا نیست اگر فهم شما میخواید که خواب کنید اما خواب از شما گریزاند. فهمم. تشکر. اینجا قسمت سوال ها از نگاهی نو به انتها رسید تا شرط است یک شرط استاد شرط وابسته به مهمان حالت ها مختلف است گوناگون هست باید از حالتی هنر کمتر بیرون نبریم اما در داخل همین شما امروز به حیث یک راهبر در یک انسامبل بزرگ فعالیت میکنید دادرتان هم همین گونه است حالا شما به اون نفر زنگ میزنید و میگویید که پس از نیم ساعت آماده باش من میروم ما
سرحد گشوده شده است. ما سفر داریم به ازبکستان یا قرقیزستان یا قزاقستان در حجم 20 روز یا 30 روز. پروژه رو من نمیدونم. پس از نیم ساعت پس از نیم ساعت من میرم و این رفتن ما حتمی است، مهلتش نمیقدر. و میبینیم که اون نفر چی میگن، چون اون نفر نیست کارهای زیاد داره. خب میبینیم میشود رفتیم. تلفن باید در بلندگویک باشد که بله بینم میفهمم. او عبیدالله است که من بابا جان میگم، دادرم نامی بابام است، بابا جان میگم. باشد خب. سلام علیکم. الو بابا جان. چه کاری؟ حاضی همی خیلی سراچ نیم ساعت به تیار شدن نکر ازبکستان رفتن نکر. چینجی باشه؟ و همی سفری هنری 20 روز با. الو. فهمیدم. مایلش اینه کیم گفت کی؟ همی خیلی سپاری شد من با. بعد میفهمونم تو با. مایله. خب مایله. من گفتم این خطاگی من بود. برای چی میدونید؟ برای اینکه اما یک چیز من خرسند شدم از اون که رسالت دادری رو اجرا کردن به سوال اضافگی اون نفر گفتن که خب تمام دیگه هیچ نیست. خب در حقیقت دادری من یگون گپی من دو نمیکند و در حقیقت من امروز فخر میکنم که من چنین دادر دارم و یک هنرمند خوب است و امروز بغیر اونی که شما خیلی گفتید یک نوازنده کسبی خوب شده است و همچنین یکی از جوانترین کمپوزیتورانی که در اتفاقی اعضای اتفاقی کمپوزیتوران است و پیوسته ایجادیاتش پیوسته آهنگهایش در تمامی صحنه‌های بلندی تاجیکستان صدا می‌کرد. این برای من افتخار است و کار علمی هم میکنن و البته و این چنین افتخار است که نواسته از این یگان وقت گوییم همون خیلی که گفتید رسالتی دادریش رو حرمتش رو نسبت کلاس رو گم نکرده است. فهمم. خب باشد. باید من میگفتم که 100,000 سوم یا 50,000 سوم از کجای دریافتم. من وزیر من میگفتم همین اسمم خوب میگه. آخه همین اسمم از جای نبودش میاد که. خب باشد. تشکر زیاد. ما خوشحال هستیم. تشکر. قسمت دیگر نام دارد بلیت فروش‌های کتاب با دو وریانت است. اساساً اما شما یکی رو انتخاب میکنید و سه چیز. اگر آماده باشید من واگذار میکنم. کلاسیک یا معاصر؟ خوبش فکر میکنم معاصر. صحنه یا توی؟ صحنه. سه آهنگساز. بله. و فکری من؟ بله البته. آهنگساز. کی ها؟ 3 نفر. عبیدالله ابراهیم زاده. عبیدالله ابراهیم زاده. نه. عبیدالله امیر بیگ موسی. لیکن یک بسیارتر از معاصرند. میتونه کلاسیک باشد، فرق نداره. نه کلاسیک نیو معاصر که گفتیم معاصر باید باشد. لیکن آخه یک دو بسیار آهنگسازهای خوب بودن که در همین بخریبی از عالم گذشتن. میتونه نامگویشان گوید به شما پسند باشد نمیش؟ شهرت شرف بودن. فهمم. تشکر. خوب یا ورزش؟ ورزش. گذشته یا آینده؟ سه هنرمند کینو از جهانی میتوانیم میتوانیم برویم از تاجیکستان، میتوانیم از داخل، فرق نداره. خدا رحمت کند از تاجیک من بسیار عطا محمد جان رو دوست می‌داشتم. از گوییم بالیوود امیتاب بچان خوب همراه شاهرخ خان هر چی یک برای من و گوییم از گالیوود بسیار هستن. آنتونیو باندراس، براد پیت که انجلینا جولی مثال دی خیلی بسیار اونجا خیلی بسیار من بسیار کینومان هستم. فهمم. در انسان لیکن دیدی من با شما خیلی موافق بودم زیرا که وابسته به کینو ساعت‌ها من میتونم ارزانم. رسمی یا ورزشی؟ لباس بوده میتوانند. بله. ورزشی. شب یا روز؟ این وابسته به حالت. کدامش رو بیشتر شما دوست می‌دارید؟ البته روز رو. سه آوازخوان از کجا؟ این هم باز از جهان از چی؟ وابسته به وی شما است.
انتخاب شماست. میتوانید داخل گویید، میتوانید بیرون برای سرحد رو شکنیم، فرق نداره. من راستی که بسیار حافظان رو دوست می‌دارم و آنها خیلی گوناگون ژانر هستند. مثال یادی من از ژانری گوییم اکادمی اپرا خواراستوفسکی رو بسیار دوست می‌داشتم. این پاواروتی، لوچیانو پاواروتی بسیار دوست می‌دارم. یکی اگر گوییم که از صنعتی از هنرمندان از آوازخوان‌های تاجیکستان گوییم، البته کلامت الله رو دوست می‌دارم، تلر نظر رو دوست می‌دارم و اینچنین گوییم از ژانر کلاسیکی گوییم برنامه موسیقی برای من یک هنرمند نوتکرار بودن و اینچنین ابراهام تولماس. این باور کنید اگر خیلی من همه اونها رو دوست می‌دارم، چون که همه اونها یک چیزی که دارن که برای ما یک مکتب است. فهمم. تشکر. انا ما 3 تا گفتیم و تقریبا 10 تا شنیدیم. تشکر. و آخرین سوالی ما که به همه واگذار می‌شود، عقل یا دل؟ دل. من بسیارتر دل گوش میکنم. دل رو گوش میکنم. فهمم. تشکر. بعضی از این سبب بوی میتیم. چون که من خودم همون آدم احساسی هستم و بسیارتر موافقی همون گفته دل کار میکنم. اما همیشه دل با عقل در نبرد است که البته. خب تشکر. را این قسمت را نیز به پایان میرسانیم و آخرین قسمتی ما نام دارد سوالی شخصیت ها با هم دیگر. پیش از شما مهمانی ما مانچون در بالا گفتم و بدل رجب بودن و سوالی آن نفر برای شما این گونه هست. استاد چی گفتن نکن؟ زندگی خودش تئاتر است. او از همین تئاتر راضی است؟ راضی شده میتونم، چون که در حقیقت در همین خودی چی هم مسلمانی هم که خداوند هر یکی رو در پیشانه‌اش نوشته است، یعنی با آن معنی که تو باید چیکار باشی چیکار کنی، یعنی ممکن راضی شدم به فکرم. اگر من راستی که بسیارتر کوشش میکنم که با اون شخصانی که بسیارتر از ما میدونن بسیار با احتیاط گپ زدم، چون که من خیلی جوان هستم نسبت عبید رجب و اون شخص چقدری که میدونن ممکن من به فکری اون کس ممکن بعد 10 سال یعنی معنی گپی اون کس رو ممکن درستش رو فهمم. برای این فکر میکنم که در چنین حالت ها بسیار احتیاطکارانه یعنی بیان کردن در کار، چون که من خودم در تجربه خودم میدونم که 10 سال پیش من تماما در دیگر عقیده بودم و امروز در دیگر عقیده هستم، چون که در حقیقت زندگی بغیر از آنی که شما بسیار میخونید بسیار و اینچنین خود زندگی شخص را تربیه میکند و خود زندگی قانون‌های دارد که نانوشته، قانون‌های دارد که مردی سالم عقل عموما شخصی سالم عقل را وادار میسازد که بعضی فکرهای خود را دیگر کند، چون که در حقیقت زندگی می‌آموزد، زندگی آموزگار است. فهمم. و به مهمانی نوبتی باید یک سوال گذارید شما نیست. این آنانه ما است. نوبسته از اون که کیست؟ در نوبسته از اون که هنرمند است، یک نفری شاید اکتور هست، فرق نداره. آها. ژورنالیست هم بوده میتواند. هر نفری موفق در ژورنال. دروغ شیرین یا راست تلخ؟ دروغ شیرین یا راست تلخ. این با شما میشود. تشکر زیاد. خب بسیار سپاس میکنم. اینجا فرجام است. چند آخر سخنی شما رو میشنویم برای بیننده ها. من پیش از همه برای شما میدهدار هستم که اینقدر گوییم راه رو طی کردید. اگر دفعه دیگر چنین باشه ما با شما در تماس میشیم. من هر باری که به سوی ولایت سفر میکنم من بسیار سفر میکنم، البته مهمان میشم و برای تکلیفتان تشکر میگم و استفاده از چنین مورد البته برای تمام بینندگان همین تلویزیون فقط روزی خوش، روزی نیک، چون که امروز ما فقط پیش از همه تن صحت میخوام که مادران ما پدران ما همیشه در بالای سری ما دعاگو باشند، فرزندان ما صحت و سلامت باشند، جامعه ما صحت سلامت باشد و خدا کند که در تمام گوشه جهان فقط خرسندی باشد، فقط آسمانی صاف باشد. از جمله برای همه بینندگان همین تلویزیون خانه آبادی، سربلندی و البته برای تمام کارمندان شما هم نیست. تشکر. بسیار سپاس. برای کار تن صحت خاطر جمع همیشه پیشرو باشید، همیشه در جستجوی گوییم بلند نمودن
завқи мардум бошед. ташаккур зиёд. Саломат сипос. عزیزان دید من خاطر رسان میکنم که امروز مهمان لایحه نگاهی نو بودند هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان بختیار ابراهیموف. من فکر میکنم که از این صحبت شما چیزی حتما که به خود گرفتید. اندیشه‌تان رو اگر شما طریق یوتیوب میبینید در شرح می‌نویسید، اگر طریق تلویزیون این برنامه یوتیوبی خودش را دارد که میتونید از آنجا نیز ما را پیگیری کنید. خداحافظ. اگر عموما گوییم عموما یک برنامه در حقیقت جالب و بسیارتر من از آن خرسند شدم که سوال‌های تکراری نیست، بسیار سوال‌های همه جانبه است و فکر میکنم که اگر زیادتر گوییم که از هنرمند بغیر هنرش باز خیلی که سلیم جان گفتن بگر به دیگر جبهه‌های زندگی دست زنیم و یا که کوشش کنیم که هنرمند رو از همون محیط خودش بیرونتر سوال کنیم، در حقیقت یک شوق‌آورتر می شود. برای من محقق شد که سوال‌ها خیلی و خیلی زیاد بودن و هر خیلی هم بودن. بنابراین برای من خیلی خوش آمدن. обуна шав ютуб канали нигоҳи нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи нигоҳи нав. ба канали мо обуна шав, аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.